سرخط خبرها. تجدید تدابیر امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که کابل و دوشنبه هماهنگی‌های مشترک مرزی را بیشتر می‌کنند. می‌خواهم که رابطه مستقیم امارات اسلامی افغانستان و کشور تاجیکستان را خراب بکنند. کاهش هزینه حج در افغانستان. وزارت حج و اوقاف میگوید هزینه حج نسبت به سال گذشته بیش از 15,000 افغانی کاهش یافته است. کسر اضافی پیسې بیا هم د حاجیانو ته معاش شوي دي. تلاش پاکستان به گسترش روابط تجاری با افغانستان. وزارت خارجه پاکستان گفته آمادگی دارند دهلیز اقتصادی چین پاکستان به افغانستان گسترش یابد. فارغ از مسائل سیاسی تثبیت نکنند رفتن به سوی ازی خودش نمایندگی جفا در اقتصاد افغانستان است. و تشدید تنش‌های لفظی میان امریکا و ایران. وزارت خارجه ایران میگوید هر گونه گفتگو برای کاهش تنش‌ها باید به دور از زبان تهدید باشد.